آریو برزن فرمانده از پارس، سرداری از دل دودمان هخامنشی. وقتی اسکندر مقدونی با تمام سپاهش به سوی تخت جمشید میتاخت، فقط یک مرد بود که در برابرش میایستاد. در تنگه‌ای گم شده میان کوههای خاموش. او آخرین دیوار ایران بود. او میدانست که بازگشتی در کار نیست، اما عقب ننشست. او جنگید تا ایران زنده بماند و چه با شکوه است مرگی که با نام وطن آمیخته باشد. یادش را زنده. خبر عجیبی که چند وقت پیش دنیا رو شوکه کرد، اما خیلی ها نمیدونن چی بود. کشف غاری در لرستان که نخستین سکونتگاه انسان در جهان بوده و سابقه حضور انسان در اون به 64,000 سال پیش برمیگرده. به بیان ساده تر یعنی ایرانیا جد انسان هستن. حالا اگر میگفتم این غار در کشور اروپایی پیدا شده، به و چهچه میکردم، اما این غاری که تو وطن خودته ارزش یه دونه لایک رو قطعا داره. اگه اطلاعات بیشتری میخوای باستان دنیا رو دنبال. شما ایرانی هستید، پس باید بزرگترین نماد کشورتون یعنی فروهر رو بشناسید. سر انسان پیرمردیه که نماد تجربه است. بالا بردن دست راست به معنی ستایش پروردگاره. حلقه در دست چپ انسان به معنی وفاداری در عهد و پیمان است که حلقه ازدواج هم از همین موضوع گرفته شده. بالهای باز فروهر 3 بخش دارد: کردار، گفتار و پندار نیک. حلقه میان نماد به معنای چرخه روزگاره، یعنی هرچه خوبی و بدی کنی به خودت برمیگرده. 2 رشته آویز، یکی رو به جلو. چرا آیین زرتشت را کفر آمیز می‌دانند؟ چون نخستین و تنها آیین بر پایه راستی در جهان است. چون تنها آیینی است که در آن زن و مرد با هم برابرند. چون تنها آیین دادگستر در جهان است. چون آیینی شادی گستر در دنیا است. چون تنها دینی است که در کتاب‌های مقدسش سخنی از کشتار و سر بریدن نیامده است. چون تنها آیینی است که نه تنها انسان‌ها بلکه حیوانات را هم نجس نمی‌داند. چون تنها آیینی است که پیروی از آن زوری نیست و اگه نمیدونی چه کسی تازیان رو از ایران بیرون کرد، پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. وضعیت اشکانیان آشفته و به هم ریخته بود. از شرق تازیها و وحشیان بی تمدن هجوم می آوردند و از غرب سلوکیان که هنوز در قدرت بودند و میخواستند دوباره سرزمین های فتح شده توسط اسکندر را باز پس گیرند. در همین وضع اسفناک در قلب ایران شاهنشاهی ظهور کرد از اشکانیان که سپاهی قدرتمند آماده کرد برای مقابله با تازیان و سلوکیان. از سوی سردست